بچه سلام، وقتتون بخیر. دم بچه های کیسوم گرم که زحمت کشیدن، همچین گروهی رو راه انداختن که اومدن یک عادتی رو دارن درست میکنن که این عادت تبدیل به تکرار بشه، تکرارش کم کم تبدیل به فرهنگ بشه. دمشون واقعا گرم. این شعار دارن اجرا میکنن: تکرار بکار، عادت گرو کن، عادت بکار، فرهنگ گرو کن. دم بچه های کیسوم گرم. میگیلان نام قربان من خاک بمیرم نتنم زرکن همه آموزش بدید که زباله در طبیعت راه سازی نکنه. همه آموزش بدید، تفکیک از مبدأشون یاد بدید، انشالله که امو آینده بسیار روشن در کشور می. خواهش درمی از مسافرین عزیز، گردشگران عزیز، اهالی روستا خواهش کنم در سطح روستا در کنار خیابان اشغال فنو کند. واقعا یک موزل بزرگی است در سطح روستا. از دست امرم کاری بر نیه. فعلا اوضاع همینه تا یک فکری مسئولین انجام بدد. حالا ماشین زباله پیشنهاد بدد، حالا یک کاری انجام بده. لاغر به فکر خودمون نیم، به فکر آیندگان ببین. حیف خدایی گناه داره. این همه طبیعت. خواهش دارم، التماس میکنم، واقعا محلی که به این قشنگی رودخونه کنارشه، طبیعت به این زیبایی همه داریم استفاده میکنیم، آشغال نریزید. یه جایی مشخص بشه انشالله آشغالا رو ما دفن میکنیم یا به قول معروف میسوزونیم. این وضعیت واقعا واسه این فرهنگ و این اجتماع به این بزرگی که همه با شخصیت تحصیل کرده و شعور بالایی دارن زشته. دیگه یه حمایت کنیم، یه همبستگی داشته باشیم که دیگه جلوی آشغال ریختن و آشغال جمع شدن رو بگیریم. همین مهد فرهنگ شینم وارث علم و هنرم، حرف از خاک به بوسه می جان نرم، به طبیعت گیلکم دریا دیلم بهشت ایران زکم، چشم دل سیر و نجیبم چون که گیلان زکم، گیلکم دریا دیلم بهشت ایران زکم، چشم دل سیر و نجیبم چون که گیلان زکم.